آقابک مجیدوف فرام ازبکستان لباس آبی و همچنان فرهاد عزیزی لباس سبز از افغانستان. و اینجا هم میبینیم که کشمکش ادامه داره. ورزشکارا کوشش میکنن که امتیاز نخست این دوره کمایی بکنه. عذابی که از سوی فرهاد عزیزی انجام میشد ولی نگذاشت. بگیره کشور این قسمت ورزشکار کشور ازبکستان آقابک مجیدوف دانست که یک امتیاز چالا را به دست بیاره. امتیاز چالا به ورزشکار لباس آبی از ازبکستان زیبایی که انجام شد و با دو امتیاز چالا ثانیه تکرار بسیار پرتاب عالی، بسیار زیبا و خیلی حریف پرقدرت است و اینجا دانست که امتیاز چالا را باز امتیاز لباس آبی از کشور ازبکستان داده شد. و این شکلش بود که امتیاز چالا را توسط آقابک فرهاد عزیزی تانسته که خیلی خوب مقاومت بکنه و امتیاز حلال یا ضربه فنی برای آقابک مجیدوف از کشور ازبکستان داده شد. برنده میدان ورزشکار لباس آبی از کشور ازبکستان. خیلی خوب مقاومت کرد اما در نتیجه چون حریفش خیلی با قدرت بود